میخوای بهت بگم چه جوری با هوش مصنوعی طراحی سایت کنی؟ توی نمونه‌ای که من داشتم میخواستم 10 تا سکشن داشته باشم که هر کدوم از اینا یه خدماتی رو داره معرفی میکنه. اول یه پلان دادم به هوش مصنوعی، ازش 10 تا خدمات گرفتم. بعدش بهش گفتم که برای هر کدوم از این خدمات برام 30 کلمه محتوای سئو شده بنویس. بعد از اینکه متن‌ها رو تعبیر گرفتم، دوباره به هوش مصنوعی یه پرامپت دادم. گفتم بر اساس کانسپت سایت من، پالت رنگی من، تصاویر ثابت و بومی ایران، بیا عکساشو واسه من طراحی کن. بعد از اینکه عکس‌ها رو بهم داد، رفتم توی المنتور، همشون رو چیدم، سیوشون کردم. اگر از این آموزش‌ها خوشت میاد، حتما پیج ما رو فالو کن. در ضمن برام کامنت بذار آموزششو میخوای یا نه. اینم شد نتیجه کار.